بعضیا میگن وقتی مواد غذایی کپک میزنه اگه اون قسمت کپک زده رو جدا کنیم بقیه‌شو میشه مصرف کرد. حالا میخوام بهتون بگم درستش چیه. اگه پنیر سفت مثل پنیر صبحونه معمولی کپک زد، تا 2 سانت و نیم اطراف و زیر کپک رو جدا کنید، بقیه‌اش قابل مصرفه. حالا اگه پنیر نرم مثل پنیر خامه‌ای بود چی؟ تو این حالت قابل خوردن نیست، باید کلش رو دور بندازیم. راجع به میوه و سبزیجاتم، اگه میوه و سبزیجات نرم مثل خیار و گوجه و هلو کپک زدن و بندازینشون دور. ولی اگه سبزیجات سفت مثل هویج و کلم و فلفل دلمه‌ای کپک زدن، میتونین قسمت کپک زده رو جدا کنین و بقیه‌شو استفاده کنین، چون کپک تو میوه و سبزیجات سفت و کم رطوبت نمیتونه راحت نفوذ کنه. در مورد گوشت، سوسیس، مرغ پخته شده، ماکارونی، ماست و مربا و رب، نون، حبوبات و آجیل قضیه فرق میکنه. اگه تو این مواد غذایی کپک دیدین، فوراً همه‌شون رو بندازین تو سطل زباله، چون حتما کپک به لایه‌های زیریشون هم نفوذ کرده و حتی اگه کپک رو جدا کنین، بازم ممکنه مریضتون کنه. حالا بگیم وقتی یه چیزی کپک میزنه همه‌شو میندازین دور یا کپکشو جدا میکنین و بقیه‌شو میخورین؟